فیلیز خوبی؟ آره؟ خودت که میدونی براک. خیر باشه. نگرانتون بودم. اومدم ببینم خوبین، چیزی احتیاج دارین یا نه؟ خوبیم، خیلی خوبیم. ممنون که به فکرمون بودیم. زحمت کشیدی تا اینجا اومدی ولی لازم نبود. راستش میخواستم جشن امشب رو بهتون خبر بدم. جشن عقد داداشمه. یعنی میدونم رابطتون خیلی خوب نیست ولی شاید به این بهونه یکم با هم بهتر بشین. برای فیلیزم خوبه، حالا هواش عوض میشه. نه نمیخوام، اصلا حالشو ندارم. باشه، میاییم. داداش جدی میگی؟ تو بگو کجاست و زمانش که ما میاییم. کیه؟ امشب. بابا ارتان اینا امشب جشن گرفتن، هممونم دعوتیم. پارش کن چشمم بهش نیفته. یعنی چی؟ نمیخوایم بریم؟ این چه کاریه؟ نمیشه که این دختر طفل معصوم اونجا مثل بچه یتیما تنها بذاریم. اتفاقا باید بریم ارزندام کنیم که بفهمن دخترمون تنها نیست. نه درست نمیگم؟ فاروکی اینو بذار یه گوشه، باید بیشتر روش فکر کنیم. چرا میخواین قایمش کنین؟ شما که قصد رفتن ندارین نه؟ ها؟ جواب بدین دیگه. میخواین رو حرف بابام حرف بزنین؟ چی کار میکنی دختر؟ چرا قاطی میکنی؟ ما که نمیخوایم بریم. با این قیافه همون پاشیم کجا بریم؟ بریم اونجا عین وصله ناجور میمونیم. کسی جایی نمیره. ببین چطوری تیکه تیکش کرد. یکم اینجاشو درست کن. خوبه ولی محشر شد. خیلی خوب شد، قشنگ کیپ تنته. خیلی ممنون. فقط یادتون نره که اتوش کنین لطفا. ممنونم. اگه چیزی شد بهتون خبر میدم. من میخواستم اینو آخر شب بپوشم. تو عروسی خودم و آیاز. کاش نمیپوشیدمش، من نمیدونستم. هنوز چیزی تموم نشده. ما هم این روزای خوش رو تجربه میکنیم. گرچه من دیگه تو این جا نمیشم. آخه جدایی یکم اشتهامو زیاد کرده، برای همین میگم. یادت نره رنگی ها رو جدا کنی شریفه، بعدم به زحمت میافتم. چشم اقبال خانوم، همین کارو میکنم. ولی واقعا دارین میرید برای همیشه؟ خواهش میکنم نرین. اول مهوش خانوم رفتن، حالا هم شما دارین میرین. به لطف شما این خونه آشیونه منم شده، ولی حالا ویرون میشه. این آشیانه خیلی وقت بیرون شده شریفه، دیگه حتی میشه براش سوگواری کرد. شریفه خانم برو بیرون. دلیل این همه به هم ریختگی چیه؟ میری سفر؟ بله. کجا؟ هر جایی غیر از این خونه، اونم برای همیشه. دیگه نمیخوام یه لحظه هم توی این خونه بمونم. من هنوز جوابمون نگرفتم. پرسیدم کجا میری؟ میری خونه آقا بلند نقاش؟ ای
وای مادر، ای وای. به حرف منو از همه بیشتر دوست داری ولی اصلا حرفمو جدی نمیگیری. اصلا فکر کردی من نمیدونم؟ 3 ماه رابطه دارین، ولی من جای شما بودم موقع انتخاب جای قرار یکم بیشتر دقت میکردم. کلوپ یاد که خیلی تو چشمه مادر من هیچی رو پنهان نمی کنم ارتان. به این سن و سال رسیدم، یه زن مجرد و آزادم و هیچ کاری هم نمی کنم که مایه خجالت باشه. قبولاً چی؟ اونم چیزی برای خجالت کشیدن نداره؟ به محض اینکه پاتو از این خونه بذاری بیرون همه میشنون چطور گالری تو تمام قرضشو صاف کرده. پول شویی کردن الان جرم خیلی بزرگیه. اشتباه میکنم؟ برای شب شیک‌ترین لباس تو انتخاب کن مامان جون. دوست دارم مثل همیشه کنارم بدرخشی مامان جون. خوشگلم. داداش واقعا میخوایم بریم؟ آره میریم فیلیس. مطمئنی داداش؟ تو که خیلی عصبانی بودی سر جریان تشییع جنازه، خودت میدونی. دعوتمون کردن، ما هم میریم. برو حاضر شو. باشه میرم. میخوای بری ها؟ شرمنده یاشار، اون دخترمه. نمیتونم اینطوری تنها و بیکس بین مردم رهاش کنم. حالا چون عاشق یه نفر شده نمیتونم که روش خط بکشم. اینو نگو عالیه. خب چی کار کنم؟ انکار کنم؟ عاشق شده دیگه، عشقای بزرگ زایده این نفرتن. چی کار کنیم؟ خب اگه قبلا اینو میدادن دست دخترمون که تو اولین فرصت خفش میکرد، ولی حالا عاشق شده و ازدواج کردن. دیگه چی کار میشه کرد؟ مگه خودت اینطوری نمیگفتی؟ منم بزرگی میکنم و تو تشکیل خانواده دادن دخترم کمک میکنم. چی کنم؟ واقعا باید بریم عزیزم. معلومه که میریم فاروک. خواهرت کمر طرفو شکسته، تو چرا نشکنی؟ بعدشم فکر کن دیگه کی تو عمرت میتونی وارد همچین جایی بشی ها؟ نمیتونی دیگه عزیزم. برای همین میریم و میبینیم اونجا چی هست و چی نیست. بابام بد جوری دلخور میشه. اونم دیگه عادت میکنه چون پدره اینقدر ناز میکنه، ولی اونم عادت میکنه، نمیخواد نگران باشی. فاروک مگه خودت نگفتی این مرد مثل قارون ثروتمنده؟ آدم نمیدونه شانس کی و کجا در خونش رو میزنه. شاید فقط طالع فیروزه نیست که برگشته و پولدار شده. فکرشو بکن، به هر حال تو برادرشی. شاید شوهر خواهرت ارتان دست تو رو بگیره، چه میدونم. شاید مثلا یه اتاقی، یه مقامی، یه حقوقی، و یا حتی فکرشو بکن شاید یه خونه بهت بده. فاروک ها؟ خیلی خوشتیپ شدی ها، به خدا میگم. حله
بودو بریم عروسی. من دارم میرم. بابا هیچی نگفت؟ چرا بابا؟ منم باهاتون میام. تو کجا؟ چی شد پس قورباغه خشن؟ باید آبجیمو ببینم، ازش یه سوال دارم. وقت گیر آوردی واسه سوال؟ را بیافت. باشه پس مراقب خودتون باشین، دیر نیایینا. این چیه؟ خیره ایشالا. تو کجا؟ شوهرت که نمیاد، تو بودو داری کجا میای؟ من از طرف شوهرم میام مامان جون. بیا دخترم. زود باشین یالا. پس تو چرا نمیای؟ برو دیگه، انقدر حرف نزن، بدو. بابا تلویزیونو برات روشن کنم؟ تو هم اگه دوست داری برو. آخه بابا یه وقت شما عصبانی و دلخور نشیا، اما اینا الان تنهایی رفتن. خب زنن، یه موقع حرف و حدیث براشون در نیارن. من برم که بالا سرشون باشم، فقط شما ناراحت نشو. فیروزه خانم چیزی میخواستین؟ من پایینم. خیلی ممنونم. وحشترین چیزیه که تو عمرم دیدم. خیلی خوشگلی، خیلی. خوش اومدین. خیلی خوشتیپ شدی. تو هم خوشگل شدی. ممنونم. فیلیس تو هم خوشگل بودی یا؟ کرایه تاکسی چقدر زیاد شده؟ چه خبره؟ اوف، خونه رو نگاه. دخترم قراره خانم این مامان خونه جون بشه. انقدر شوهر پولدار کردی که سرنوشتم باهات کنار اومد. ایول داری. شما یعنی چی؟ کارت دعوت دارین؟ عروسی دخترمه. خانم کارت دعوت دارین یا نه؟ برو کنار ببینم کارت دعوت چیه. برو کنار. این دیگه چه وضعشه؟ یه قول بیابونی رو گذاشتن جلوی در، میخواد ما رو راه نده. ای وای، شما برای چی اومدین؟ اینا کی هستن؟ عزیزم چطوری عزیزم؟ شما کی هستین؟ چی کار میکنی؟ سلام به همگی، من مادر عروسم. اینو
به کی بدم ها؟ بدین به من. جای دوری نذاری ها، یه وقت با پالتوی بقیه قاطی نشه. خب پس از این طرف بفرمایید. خیلی ممنون. یعنی مامان عاشقتم ها. بیاین اینجا. بیا بسرم. بذار بشینم. خیلی ممنونم. ممنون. ممنون. تشکر. ممنون. مامان. ماشاءالله به تو. وای دخترم چقدر خوشگل شدی تو. خیلی خوشگل شدی. به لطف تو خانواده‌مون یه عروسی واقعی دید. والا خوش اومدین. ماشاءالله. تبریک میگم. خیلی ممنون. خیلی محشر شدی یه دختر. البته دومادم همینطور. تبریک میگم. بابا کو؟ بابا نتونست بیاد. هنوز کنار نیومده. امیدوارم بهتون خوش بگذره. فیروزه میخوام به چند نفر معرفیت کنم. بعداً میبینمتون. میبینیمت. زوج سال. کی تو رو دعوت کرده؟ معلومه براک. خیلی به هم میاین. عالی شدین. امیدوارم تا عمر دارین لااقل به اندازه الانتون خوشبخت باشین. بدون دروغ و دغل. یه زندگی پر از صداقت داشته باشین. مگه نه فیروزه؟ چرا با کنایه حرف میزنی؟ من نیازی به کنایه ندارم ارتان. راک و راست میگم. در مورد خودمون چیزی به ارتان نگفتی؟ مثلا میدونه که قبلا عاشق هم بودیم؟ میدونم. فیروزه همه چیو گفته.
الانم ممنون میشم به دست و پام نپیچی. بی خودی تقلا نکن که اوقاتمون تلخ کنی. باشه، بفرما. بیا عزیزم. به جشن عروسی داداشم و فیروزه خیلی خوش اومدین. خب میبینم که همتون تو شوکین. درسته یکم ناگهانی شد، مورم غافلگیر کردن، اما سورپرایز خوبی شد. برای جفتشون آرزوی خوشبختی میکنم. میخوام گیلاسم و به افتخار این عشق غافلگیر کننده بالا ببرم. به سلامتی سورپرایزای خوب. چطور میتونی این کارو بکنی فیروزه؟ تو دختر دست گل من بودی. چطور میخوای با هم چین آدمی ازدواج کنی فیروزه؟ عاشق شدم بابا. برو فیروزه، برو دخترم، برو تا بیشتر از این دلمو نشکستی. بابا برو بابا، بابا ترو باز کن. الوان خوش اومدین. ممنونم. چه خبر عزیزم؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم. اینجوری که لبخند میزنی اولش خوشحال میشم ولی بعدش مشکوک میشم. چرا؟ چرا براک؟ چون تو و آیاز از هم جدا شدین. پس یعنی که هنوز من سرپام. معلوم نیست، شاید ما مثل شماها ازدواج کنیم. اصلاً براک. یعنی چی اصلاً؟ اصلاً چرا؟ نکنه عروس گلمون ناراحت میشه. منظورت چیه؟ توی دانشگاه درس خوندم، حتی درسای مشترکم داشتم. اینجوری نگاه نکن، فقط تو نیستی که تحتوی همه چی در میاری. خب نتیجهش؟ نتیجهش؟
هنوز مدرکی ندارم ولی مطمئنم قطعا همدیگر رو میشناسن. خوبه. چیزی پیدا کردی به منم بگو. اما به نظر من تو نه چیزی تو گذشته پیدا میکنی نه قراره که با آیاز ازدواج کنی. این دعوتنامه ها چیه؟ برای فردا شب برنامه چیدی؟ آره. خب حالا کی میخواستی به ما خبر بدی؟ هیچ وقت مادر عزیز، چون فکر نمی کردم لازم بشه. امیدوارم که اونا رو دعوت نکرده باشی. چطوری میخوای اونا رو بیاری بین دوستامون؟ یه مادر خدمتکار، یه بابای کارگر ساختمون که خبر ازدواجتون رو از من شنید. متوجه نشدم. مادر چی کار کرده ای؟ یه صحبت کوچیک، همین، اما تکون دهنده بود. بله آقا ارتان. سواد فیروزه کجاست؟ چی کار میکنی؟ فکر کنم یه مشکلی هست آقا ارتان. انگار فیروزه خانم رو ندادن خونه. داره میره و همینجوری داره گریه میکنه. کجا میره این وقت شب؟ نمیدونم. دارم میرم دنبالش. باشه، چشم از روش بر نداره اصلا. هیچ نگران نباشین. حواسم بهش هست. سوات؟ آقا ارتان. الان رفت تو یه خونه دیگه تو همون محله. میدونی خونه کی رفته؟ نمیدونم آقا. باشه، همونجا بمون. اومدم. شاله فیروزه خیر باشه، چی شده؟ مشکلی نیست، بیام تو. دیوونه ای؟ خب معلومه دختر، بیا تو، بیا عزیزم ببینم، بیا. بیا. شاله همین الان باید آیازو پیدا کنم. ای بابا، آیاز برای چی؟ بیا بشین اینجا آروم باش ببینم چی شده. باید بهم کمک کنه، از دست ارتان نجاتم بده که سزای کارشو ببینه، که بتونم دوباره توی چشمای بابام نگاه کنم، که زندگی کنم، نفس بکشم. آیاز باید بهم کمک کنه. فهمیدم. خب بهش زنگ بزن. شاله نمیتونم چون آیاز از من متنفره. آیاز از تو متنفره؟ اون حاضر برات بمیره دختر، نفرت رو از کجا آوردی؟ میشه تو زنگ بزنی؟ من؟ لطفاً. باشه میزنم بهش ببینم چی میشه. خدا. بفرمایید. آیاز چه خبر؟ چطوری تو؟ کجایی؟ میخواستم یه چیزی ازت بپرسم. چی کار میکنی؟ کجایی ها؟ دارم هرچی از فیروزه مونده رو میسوزونم. فهمیدی؟ ها بس فهمیدم. خب پس خسته نباشی. فعلا خداحافظ.
چرا میگه قطع کنم؟ هنوز چیزی نگفته بود بچه. فهمیدم الان کجاست. خب پس برو. نمیتونم، چون ارتان یکی رو فرستاده دنبالم. الان جلوی دره. جدی میگی؟ واه، راست میگی به خدا. الان نشونش میدم. واسه الان جلوشو میگیرم دیگه. واقعا بسه. حالا ببین چی کار میکنم. منو نشناخته. چی کار میکنی شوله؟ وایستا ببین. باز کن دیگه داداش، یالا دیگه. شب بخیر. ببخشید داداش، من بنزین تموم کردم، وسط راه موندم. یه کمکی بهم میدی؟ ببخشید من نمیتونم کمکی بکنم. چرا داداش؟ ثواب میکنی اگه کمک کنی. میخوام برم کلانتری یه برگه بگیرم، بعدش برم پمپ بنزین، بعدش هم برگردم همینجا. هوام که خیلی سرده. برای یه بشکه بنزین سینه پهلو میکنم داداش، سینه پهلو. داداش من دارم بهت میگم توی صندوق چیزی ندارم که بشه باش بنزین کشید، میفهمی؟ من دارم داداش، همه چی دارم. ببین من همه وسایل دارم داداش. لطف میکنی واقعا. چرا سیری شیو؟ بیا دیگه داداش، خدا ازت راضی باشه. آدمای خوبی مثل تو این دنیا پیدا نمیشن. با این کارت به انسانیت اعتقاد پیدا کردم. بذار یه ماچت کنم داداش. بیا ببینم. ماچ بابا نمیخواد، لازم نیست. داداش حتما واسه ماچ بدی. قربونه داداش. انسان واقعی. انسان. آیاس، تو اینجا چی کار میکنی؟ فیروزه برای چی اومدی؟ اینجا چی کار میکنی؟ نباید الان پیش شوهرت باشی؟ برای چی اومدی اینجا؟ آیاس گوش کن، برای توضیح میدم. به اندازه کافی حرفاتو شنیدم فیروزه. تو بیمارستان اصلا شنیدم که چطوری عاشق شدی. شنیدم که چطوری منو احمق فرض کردی. دیگه چیزی مهم همش دروغ بود. دروغ بود فیروزه. من دیگه دروغ و واقعیت رو نمیتونم تشخیص بدم. دیگه نمیتونم تفاوت این دوتا رو تشخیص بدم فیروزه. اینو بهم جواب بده فیروزه، تو ازدواج کردی یا نه؟ هی با تو هم منو نمیبینی؟ به من نگاه کن فیروزه. من دارم سعی میکنم ازت بگذرم، تو داری چی کار میکنی؟ اگه کار راحتی بود 2 سال پیش این کارو میکرد. پس من چی میخوای فیروزه؟ من مادرم از دست دادم. خودمم با مادرم رفتم زیر خاک. من مردم، تموم شد. آیاس تو منو کشتی فیروزه. آیاس فقط گوش کن. میدونی چرا مادرم مرد؟ به خاطر ما مرد فیروزه. برای ما دوتا. مادرم میدونست من عاشق تو هم. برای از بین بردن مانع بین ما خودشو فدا کرد. یادت بهم میگفتی ساکت نمون ایاز، یه چیزی بگو ایاز. چرا ساکتی ایاز؟ یه چیزی بگو ایاز. من به خاطر مادرم ساکت بودم فیروزه. مادرم باعث مرگ بابام شده بود. روزی که از هم جدا شدیم
ارتان کمک کرد. همین بود. به خاطر همین از تو گذشتم. به خاطر مادرم از تو گذشتم فیروزه. همین. آیاز ما از یه جا ضربه خوردیم. همه چی رو برات میگم. لطفاً. چجوری؟ آی آقا ارتان، شبتون بخیر عالی خانم. شبتون بخیر. اگه آقا یاشار خونه است میخوام باهاش صحبت کنم. بله خونه است، بفرمایید. کی اومده عالیه؟ با چه روی اومدی در خونه من؟ اجازه نمیدم بیشتر از این به خونوادم آسیب بزنی. یالا برو. یاشار چی کار میکنی؟ چرا داد میزنی؟ اومده حرف بزنی. اگه حرفی داری برو پایین حرف بزنی. پایین منتظرم. شب بخیر. شب بخیر. یاشار تو رو خدا درست باش حرف بزن. تا دخالت نکن عالیه. برو تو. شورشو در آوردی دیگه. نمیخواستم اینجوری با خبر بشید. تو از کجا اومدی؟ میدونم عصبانی هستید، اما این که فیروزه رو از خونه بیرون کردید کار درستی نبود. کار درست از نظر من و تو خیلی متفاوت آقا ارتان. من پدرشم، تو حق نداری دخالت کنی. این طرز برخورد به شما نمیاد. مطمئن باش هر کسی خودش میدونه چی کار میکنه. دخترت برات جنگید، داری در حقش بد میکنی. من همچین دختری ندارم. دختر من مرده. اگه زنده بود به حرف باباش گوش میکرد، به همچین جایی نمیرسوند. حالا که رسونده باید تاوانشم پس بده. این حرف آخرمه. پس خودتو خسته نکن، برو دیگه هم اینجا پیدات نشه. کجایی؟ جلوی درم آقا، هنوز بیرون نیومده. آدرسو برام بفرست. مگه این دفاع از خود محسوب نمیشه فیروزه؟ اگه برید پیش پلیس خواهرت بیگناه شناخته میشه. اما شناخته نمیشه. سلاحی یا چیزی که تهدید به مرگش کنه تا اونجوری دفاع از خود محسوب بشه دستش نبوده. چیزی نبوده. خیلی مسخره است. ولی یه جورایی تهدید بوده. بهش حمله شده. غیر از اینه؟ بعدش چی شده فیروزه؟ حتما ارتان خودشو انداخت وسط، آره؟ گفت همه چی رو حل میکنه، درسته فیروزه؟ بدتر از این، نمیدونم اسمشو چی بذارم. اسمشو بذارم شوکه شدن یا من اونجا خشکم زده بود. ارتان رفته بود بالا، ما هم پشت سرش رفتیم. وقتی رسیدیم بالا ارتان به من گفت که مرده. خواهرتو بردار ببر، من درستش میکنم. من قبول نکردم چون میخواستم خودم تقصیر رو به گردن بگیرم. چه داستان آشنایی. بعدش منو تهدید کرد. گفت شهادت میدم، نمیذارم تقصیر رو به گردن بگیری. در عوض نجات خواهرت گفت باش ازدواج کنی. فیروزه، هر دومون تو دام یه نفر افتادیم. رفتیم ازدواج کردیم. اون لحظه بهترین کاری بود که میتونستم انجام بدم. من به خاطر خواهرم این کارو کردم. وگرنه اون حرفا رو نمیزدم. میخواستم ناراحتت کنم، بشکنمت، چون خودم خیلی ناراحت بودم، خیلی دل شکسته بودم. میدونی چرا حرفاتو تو بیمارستان باور نکردم؟ به خودم میگفتم باباش که دیگه اومده بیرون،
اگه باباش هنوز تو زندان بود حق داشت، میتونست. اما با خودم میگفتم الان دیگه کنار ارتان چیکار میکنه؟ من فکر کردم واقعا راضی هستی. من انقدر ضعیف نیستم که شیفته جادویی همچین آدمی بشم. اون منو تحت تاثیر قرار نمیده.